بابایشان شما کی در مسجدتان امر معروف را سر میکنید؟ تا وقتی خدا خواسته باشه انشالله یه روز با کشاده میشود. خداوند خودش صاحب خانش است، باز امر معروف منم که نباشم با دیگران میکنن. اما انشالله من از این راه دعوت نمیگردم. مسجد هم که نباشه در مراسم ها صحبت میدامه دارم. در سایت اینترنتی من هر هفته یک بار 1 ساعت صحبت دارم. هیچگاه خدا خط ترک نشده است. شما اگر از مسجد نیابی از سایت اینترنتی صحبت های نوی من هر هفته میابی انشالله. خب سوال و جواباتون هم روان کنید. سوال و جواباتون در جواب میگیرید انشالله. اگر در خانه تاقی و کرتی آستین دراز باشد آنها را نمانده نماز خوانیم نماز درست است؟ آره درست است. نماز سریله چند درست است. نماز به کرتی آستین کلتم درست است. اند شما نماز خوانی عزیزان من، هر حالت نماز خوانی خدا نماز شما را قبول میکنه. شرط نیست برای نماز کرتی آستین دار و جیلک یا تاقی. خدا نگهتان داره. شخصانی که گهواره بخش بعد از بلاغت رسیدن اگر راضی نباشند چگونه جدا میشوند؟ اگر پدر و مادر این کار کرده باشد جدا شده نمیتونند. مثلا من برای مثال میگم، شما همراه با دوستان خانه شما دختر شد، خانه برادرتان جورتان بچه شد. در همون 1 هفتگی یا ماهگیش یا 1 سالگیش شما گفته که من همین دختر من برای عروسی به بچه تو دادم، او جورتان قبول کرد. اینها بعد از کلان شدن دیگر حق جدا شدن ندارند. اینها زن شوهر هستند. نه این پدر میتونه دخترش شوهر تیه، نه این بچه میتونه که گو پدرش که من وی نمیگیرم، مگر اینکه طلاقش کنند بعد جدا میشوند. تا طلاق نکنند جدا نمیشوند. زیرا این نکاح شد. پدر و مادر و بابا و ماما اگر این کار کرده باشند بعد از بلوغ اونها دیگه حق خوشان جدا کردن ندارن. اما اگر رفت و اکا کرده باشد، امکی کرده باشد، فسخ الصغیران حین بلغا او علما بالنکاح بعده میگه فقها. میتونن اونها وقتی که بالغ شود دخترچه فهمه که امکی من فلانی داده است یا اکام پدر و مادرش وفات کرد، گوید که نه من نمیگیرم الان، میتونن نگوید. اما پدر و مادر دادگی حق ندارن. بنابر من از همه شما خواهش میکنم همین گهواره بخشان نکنیدان. زیرا امروز جامعه دیگر شده است. بچه و دخترها دیگر شدیان. شاید بعد از بالغ شدن او دختر گپی پدرش نمیگیره، یگان بچه دیگر دوست میدارد. شاید این بچه یگان دختر دیگر دوست میدارد و همین حیات اینها را نسوزانیده میشن. اگر مبادا شده باشد تا بازم میگم بچه اگر طلاق نکند او دختر شوهر داده نمیتونه پدرش. با دختر با تلفن گپ زده امر معروف کنی، به ستر و حجاب دعوت کنی، 5 وقت نماز را در وقتش میخواندگی کنی، ثواب است. آره بسیار ثواب میگیری. اگر تو این هنر داشته باشی به تلفن هم گویی ما تو اجازت میدیم. همین دختره که به تلفن با شهوت نه پیش رو صحبت کن، نصیحت کن، دعوت کن، به تلفن هم اجازه هست عزیزان من. با طریق اولا با تلفن تو شیخ باشی خدا نگه دارد عزیزی من. در آخر در حق خودم، عائله‌ام، در حق بچه‌های وخیا و در حق برادرم که به کسل روحی بیمار است دعا کنید تا خداوند اولا این دادر عزیز که مبتلا به کسل روحی شده است، خدایا غیر از تو شفا دهنده برای اینها دیگر کسی نیست و کسی هم این قدرت ندارد که جنها را از اونها دفع کند. خدایا شفای کامل نصیب گردان. و دیگر عزیزانی هم که به این کسلی خیشاشان و برادراشان امروز در بازار هم یک دادر با آب دیدن گریه کرد که خواهر و مس اپم به کسل روحی گیره، تمام واسطه استفاده برده ناز نشده است. خدایا تو خود میدانی او کی است. به حق به این امسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و به حق آیه مبارکی که امن یکشف الضر امن یجیب المضطر و یکشف السوء، خدایا شفای کامل براش نصیب گردان. و دیگر بیمارا را هم بیمارای این کسانی که حضور دارند هر بیماری باشن خدا تا قادری شفای کامل نصیبشان گردان. خداوند شما را برادر عزیز برادرای وخیا که خیلی جوانای با ایمان است نگهتان دارن. السلام علیکم. عمر عصری 21 ایشان نوردین جان. نه ما خاک پای عمر میشیم. عمر از نام شیطان میتورید میگریخت. خداوند به گمان نیکتان شما را اجر تید. ما یک بندی سر تا پا آلوده و گناهگار و ترسانچه که بزدلیم. آن چیزی که خدا از من میخواد من نمیتونم او را عملی کنم و رسانم، لیکن به قدر همت کوشش میکنم. یا الله عمر و خالد و عمر عبدالعزیز و صلاح الدین ایوبی ها را خدا یک بار دیگر در جامعه ما پیدا کنه، باز همون اصل طلای اسلام میشه.
علامه اقبال لاهوری خدا رحمت کنه میفرماید علامه اقبال خیلی برای اسلام دلش میسوخت وقتی که مغلوبیت اسلام و خارزاری مسلمان ها رو میدید پراکندگی اونها رو میدید دلش میسوخت و گریه میکرد اشعار عاشقانه خودش میگفت حضرت میگفت در مسلمان شأن محبوبی نماند امروز مسلمان در هیچ جا محبوبیت ندارد همطور است نه در وطن خود و نه در دیگر جا هر کجا تحقیر میشنود در مسلمان شأن محبوبی نماند خالد و ایوب و فاروقی نماند نه خالد ابن الولید موند نه ایوب موند صلاح الدین ایوبی نه فاروق حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خاک بطحا خالدی دیگر بزای نغمه توحید را از نو سرای حضرت گریه میکنه که ای خاک بطحا ای سرزمین مقدس مکه بطحا گفته مکه رو میگن باز عمری نو باز خالدی نو برای ما تولد کن به جامعه تقدیم کن که اسلام چون اسلام عصر محمدی دنیا ده باز رواج تینو پند کنن یک دعای خیر کنید که محتاج به دعای خیر شما هستم تا که از کار نجات یابم خداوند شما را دادر عزیز هر مقصودی که داره به مقصودتان رساند السلام علیکم بابایشان من زن سر دادم 3 طلاق بابایشان پشیمانم التماس روایتش گویید خوب وقتی که روایت میخواهی طلاق 3 طلاقه باز پیش علما بیاییتان علماها راهش میابن برای شما خوب همینجا باشی پیش من بیا من تو رو بینم کی هستی خواه فرد است خواه پس فردا من برایت انشاءالله یک راهش میابم اول پرسم که چه حالت ده زنت سر داد بنابراین از همه تان خواهش میکنیم عزیزان من نام طلاق در زندگی عائلویتان استفاده نبرید البته زنا شهواری جنجال دارد اختلاف دارد ناآرامی دارد اما طلاق استفاده نبرید بچهای عزیز طلاق عائله را ویران میکند طلاق خانه تان کلید میکند طلاق بچه ها تان صغیره میکند طلاق عصباتان خراب میکند بالای این طلاق اقتصادیاتان ضرر دارد از همه تان خواهش میکنم که هرگز طلاق های بیجا را در زندگی برای همسراتان استفاده نبرید پیغمبر خدا میگه ابغض الحلال الی الله الطلاق است اگر بسیار که غضبتان آمد ناچار به طلاق شده یک طلاق کنه من این دادرگاه یک طلاق میکرد امروز به سوال و به جواب همسرش میرفت میگرفت اما 3 طلاق 100 طلاق 1000 طلاق عزیزان این گناه است آخر شما برای چی گناهی و از بین برداشتن میگیرید تا توانی پا منه اندر طلاق ابغض الاشیاء عندي الطلاق خوب پیش من بیا شاید امروز فرداست یا پیش داملا بیا برات یگان راه میابیم لیکن بازم میگن توبه کن طلاق کنیرن خوب نماز خانه من که بسر بشم اینا با یه وقتی دیگه انشاءالله اتری من داملا ازم اینه جواب شما میگه دعا کنیم پروردگار کسانی که زحمت کشیده این سوالا رو برای ما ارسال کردیم پروردگار همشان سلامت دارد و کسانی رو که خداوند بایگری داد ثروت داد البته از وجه حلال باشد پولی که از حرام صرف است او زکات ندارد مثلا یک کس کارخانه عرق براری دارد یا یک شخصی است که فقط خرید و فروش گراین مشغول است غیر او دیگر کسب ندارد او صدها هزار دلار هم داشته باشد و این زکات نیست زیرا خداوند زکات در مال حلال فرض کرده است از درآمد سالانش از مجموعش 2.5% حق خداست باید ادا کند حجم برای ثروتمنداست برای کسانی که بلیت سفر تا عربستان سعودی دارد و چند وقتی که در اونجا استقامت میکند برای خوراک و برای جای خوابش و برای پوشاکش پول دارد و مدتی که در سفر حج است در اینجا خاندانش یعنی همسر و فرزنداش با نفقه خوب تأمین است برای این آدم حج فرض است نبر قرآن در پروردگار می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا خداوند زیارت کردن خانه کعبه را فرض گردانید برای کسانی که رفتن به این سفر در شرایط دارند
از این سبب کمبغل ها در حج فرض نیست. کسانی که روزگار خانهشان تأمین نیست برای اینها حج فرض نیست. اما هر مسلمان آرزو کند که خداوند به من اگر شرایط مهیا سازد، خداوند رزق من فراخ کند، صاحب بایگری و ثروت شوم، حتما این فریضه الهی را ادا میکنم. هر مسلمان با این نیت به خودش داشته باشد. خوب معلوم شد که حج پنجم رکن اسلام است. معنای حج چی؟ قصد کردن و زیارت کردن مکان مخصوص که مراد از این مکان خانه کعبه معظمه است. در وقت مخصوص، مراد از این وقت مخصوص کدام است؟ روزی 9 ذی الحجه و 10 ذی الحجه که این دو روز فریضه های اساسی حج ادا می شود که 3 فرض دارد با طرز مخصوص. یعنی حج خود رکن های مخصوص دارد، آداب علاهده دارد. حاجی اگر این آداب های حج ادا نکند، 3 فرض دارد و 5 واجب دارد و چند سنت دارد، حجش درست نمی شود. از این سبب باید کسانی که به سفر حج می روند پیش از آمدنی وقتی سفر برای یاد گرفتن و تعلیم گرفتن آداب حج به کسانی که اهل علم هستند مراجعت کنند. خصوصا کسی که راهبر گروه هست پیش ایشان بیایند، آداب حج حتی الامکان این کس تکرار کنند، گویند 2 بار و 3 بار و 4 بار در ذهنشان جای گیرد. خوب انشاءالله. باز خوبیش دیگر اینجا که است امروز کتاب های زیادی هم دلیل الحاج هست، این راهنمای حاجی ها به خطی شاید روسی هم ترجمه شده باشد، کریلیقتی تاجیکی هم ترجمه شده باشد. بهترش همین کتاب ها را گیرند خوانند تا اینکه پیش از آن که به سفر حج می روند یک معلومات درباره حج و آداب حج و احکام حج داشته باشد. ما گفتیم حج این زیارت کردن خانه کعبه است. خانه کعبه کی بنا شد و او را کی بنا کرد؟ با فرمان کی؟ آیا او مثل دیگر خانه هاست؟ مثل دیگر مسجد هاست؟ البته نه. خانه کعبه چگونه که قرآن شاهدی به آن است، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکة مبارکا و هدی للعالمین. اول خانه که در روی زمین برای عبادت جهانیان ساخته شد در شهر مکه است و نام این خانه خانه کعبه است. این شهر است، نام یکی از نامهای شهر مکه بکه هم هست. خداوند به خاطر آن بکه گفت که این شهر تمام شهرهای دیگر دنیا را گردنشان می شکند با خروج مهدی ان شاء الله. خلاصه این خانه را ساختمانچیش کیست؟ مهندسش کیست؟ انجینرش کیست؟ و فرماندهش کیست؟ فرمانده این خانه الله رب العالمین است و مهندس او یعنی انجینر او جبرئیل امین است و ساختمانچی های او 2 پیغمبر مرسل، یکی ابراهیم یکی اسماعیل علی نبینا و علیهم الصلاة و السلام است. ببینید این خانه چی بزرگ است، با فرمان پروردگار ساخته شد. انجینر و مهندسش جبرئیل امین، ملائکه مقرب الهی که افضل ترین ملائکه هاست و ساختمانچیش دیوارگل و لایته و سنگمودش 2 پیغمبر مرسل، یکی ابوالانبیا حضرت ابراهیم بت شکن اول اسلام، دیگر فرزند عزیز او اسماعیل است. وقتی که ابراهیم با امر خدا این خانه را بنا کرد و ساخت و تیار کرد، بازگشتی به سوی شام کرد. اما خدا گفت ابراهیم خلیل من، اکنون این خانه من برای عبادت جهانیان تو ساختی، تیارش کردی، اکنون وظیفه دعوتی به سوی حج هم بر دوش توست. و اذ بوأنا لابراهیم مکان البیت، خدا در قرآن بیان میکنه تو بندگان من به زیارت این خانه دعوت کن. حضرت ابراهیم علیه السلام گفتن خدایا این صدای من به کجا میرسه؟ او وقت سپوتنیک ها نبود، او وقت بست مباشر که پیام‌های ترنسلیت میگه شما اینه پخش مستقیم نبود. خدایا این تلفن های
گوشی نبود که به این لب و اون لب عالم صدا رسد. صدای من به کجا میرد خدایا؟ حضرت ابراهیم پیشگاه پروردگار در عذر خواهی کردند. خداوند گفت ابراهیم تو بالای این تپه برا، کوه ابو قبیس که کم پسترین تپه های شهر مکی مکرمه بود. خداوند این شهر همیشه عزت و شهرت و برکات عطا فرماید. بالای همون تپه برا، تو صدا کن، بندگان من به زیارت دعوت کن. رسانیدن صدای تو به گوش بندگان وظیفه من است. فهمیدی؟ همون خدایی که این موجه ها را امروز در اختیار سپوتنیک ها داد، در اختیار کشتی های کیهانی داد، در اختیار رادارها داد، در اختیار استانسیه ها داد، در اختیار آنتن های پرابلی داد، همش به واسطه موج است. خالق همون موجه ها به ابراهیم گفت که من صدای تو را با این موجه ها به واسطه سپوتنیک ها و به واسطه آنتن های پرابلی به گوش بندگانم در جهان میرسانم. تو غم این نخور. و اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا و علی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق. صدق الله العظیم. ابراهیم صدای خود بلند کن، به آواز فارم و شیرین خود بندگان من صدا کن، بیایم به خانه من زیارتش، از راه های دور و نزدیک، سوار و پیاده به حج بیایند. ابراهیم علی نبینا و علیه السلام بالای تپه برآمد، دست مبارک در گوش انداخت. صدا دور می رود. اگر گوشتان شما محکم کنه، ببینید بعضی قاری ها وقتی خواندن گوشاشون محکم میکنند به خاطری که صدا دور میرد. صدا کردن ایها الناس ان الله قد بنا لكم بیتا. ای مردمان، نگفتن ای تاجیکان، نگفتن ای عرب ها، نگفتن ای ترک ها. زیرا حضرت ابراهیم میدانستند که این اسلام دین خداست. تمام ملت های گوناگون دنیا این اسلام قبول میکنند. وقت ابراهیم میدانست که اندونزیا مسلمان میشد، وقت ابراهیم میدانست که مالزیا مسلمان میشد، وقت ابراهیم میدانست که در امریکای لاتینی در تمام دولتاش برزیل و امریکای جنوبی مسلمان ها هست. نو ایها الناس، ای مردمان گفت، نگو ای عرب ها. زیرا همه بندگان خدا برابرند در پیشگاه خدا. همه بندگان خدا با زیارت این خانه برابر حق دارند. کسی که لا اله الا الله محمد رسول الله میگه او حق زیارت این خانه را دارد. ببینه وقتی که شما در حج باشه، در عرفات، در وقت طواف در گرد خانه کعبه، از تمام نقاط دنیا بندگان خدا را میبینی. هر کدام با آواز خود، با لغت خود، با صدای خود خدا را یاد میکند. سیاه ها را هم میبینه، میدهکا را هم میبینه، خیتای مالزی و اندونزیا ها را، بوزبلاهای آسیا را هم میبینه، اروپایی ها را. هر کدامش به زبان خود لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة والملك لا شریک لک لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لا شريك لك. هر کدامش به صوت خودش لبیک میگه. خداوند به همه شما عزیزانی که اینجا هسته نصیب کند که این صدای فارمو در گرد بیت الله و در مینا و در عرفات گوید و دعوت حضرت ابراهیم علیه السلام اجابت کنید. اللهم صل علی محمد و بارک وسلم. لا حول ولا قوة الا بالله. خوب حضرت ابراهیم وظیفه خود اجرا کردند. خداوند صدای او را به گوش بندگانش رسانید و چه انسانهایی که آن زمان در روی زمین حیات داشتند و چه کسانی که از رحم مادر و از پشت پدر تا قیامت زنجیروار پی در پی به دنیا می آیند به گوش اونها رسانید.
سخنهای مرا در بین خلق خوانده درباره که پسر مادر خود را لطوکوب میکند یک چند سخن میگفتید. اگر بابایشان چی خیلی که خود شما میگویید حقارتهایی بجایی دارم، ما خفه نیستیم اگر تکرار شود. من یک مادر 72 ساله می باشم. پسر کلانی به نام طاهر 19 ساله است. پیش به خودمان خانه کردیم، با خودمان خانهش کردیم. حتی باز آمده طلب پول کرد. بعد برآمده رفتنش من با شاهد همسایم 10,000 پول برآورده به بو دادم. از بین 19 سال گذشت. یک روز با همراهی پسرانش آمده بچه دویمم را لطوکوب کرد. باز بعد چند روز آمده خودم را به شدت در شکمم زد. مرا زنوار حقارت کرد. گفت که فلقت میکشم. بابایشان من خواهش دارم که درباره همین خیل فرزندان ناخلف سخنهای پروردگار را گفته در دیسک‌ها ثبت کرده میشدند. همین جمعه انتظارم بابایشان. همین بچه به ایمان من طاهر نام دارد، از دهه جوی بادام. یا الله، من گمان میکردم که دهه جوی بادام خیلی دهه مردمی با ایمان و جوانای با اخلاص و زیرا هر باره که ما در محفل های اونها میرویم اینقدر اخلاص و اینقدر جمعیت زیادی جوانا رو دیده من مفتون اینها میشدم. خوب باز هم خفه نیستم، زیرا که در عرفیت میگوین جنگل از خوب و خرس خالی نیست. خوب من به این جوان که نامش طاهر بوده است از این منبر رسول اکرم خطاب میکنم. دادر عزیز، به خاطر این بی‌آدابی که به مادر مهربانت کردی، تو از نگاه اسلام و شریعت عاق هستی. تو از نگاه اسلام محروم از رحمت خدا هستی. تو از نگاه اسلام گرفتار غضب سخت پروردگار خود هستی. تو از نگاه اسلام اگر توبه نکنی انسانی هستی که بوی جنت برای تو حرام است. حتی تو انسانی هستی که تمام بشریت و ملائکه های الهی برای تو لعنت میفرستند. زیرا در روایات هم ما خواندیم من فضل زوجته علی امه فعلیه لعنت الله والملائکه والناس اجمعین. هر فرزندی که همسرش از مادرش بالا داند، به خاطر همسرش مادرش آزار دهد، بر این فرزند لعنت خدا باد، لعنت ملائکه ها باد، لعنت تمام جامعه بشری باد. دادر عزیز، این است مکافات مادری که تو را 9 ماه در رحمش برداشت، نطفه پلیدی تو را، جنین ناخلف تو را در رحم نازک مادرانش تربیت کرد 9 ماه، که این 9 ماه برای او چون 9 سال گذشت. بیدارخوابی ها، کمخونی ها، وزنینی ها، مادری که برای به دنیا آوردن تو ناخلف طاهر با مرد دستگیربان شد، عذاب مرگ پسی سر کرد، تو ناخلف به دنیا سالم آورد. در وقتی به دنیا آمدنی تو در لبهاش تبسم پیدا بود، شکر خدا رو میکرد که فرزندی من سالم به دنیا آمد. مادری که برای خاطر تو شده ای طاهر 2 سال از پیستان نازه تو شیر داد، خودش درست نمونده تو رو خورانید، خودش تشنه مونده تو رو نوشانید، خودش خواب نکرد و تو رو خوابانید، خودش خنک خورد و شبها در گهواره تو رو الله گفت ای طاهر ناقلب. مادری که وقتی که تو در حولی بازی میکردی از تماشای تو دنیا لذت میبرد، چهره هاش میشکفت که من بچه دارم. امروز از دست تو ناخلف، از دست تو ناجوان مرد، از دست تو عاق پدر، از دست تو عاق رحمت خدا در شکمش لغت میشکنند. شکمی که تو رو برداشته بود، شکمی که تو رو 9 ماه بانی کرده بود با ضرب لغتی تو. ای ناجوان مرد، حالا هم فرصت داری، حالا هم دیر نشده است نزد مادر رو، نزد مادر رو، دستاش بوسه کن، پاهاش بوسه کن، در پیش پای او خود انداز، توبه کن. والله دل مادر دل مهربان است، دل رحیم است، تو رو توبه قبول میکند، تو رو گناه میگذرد. حالا فرصت داری ای ناخلف، خدا تو رو هدایت کند. من فرزند را میدانم که مادرش از خانه بیرون کرد در وقتی بیماریش، مادر در بیمارخانه وفات کرد و جنازش نرفت. امروز چی خاری و زاری به اثر میگذراند؟ تو این عذاب منتظر باش، تو این خاری را منتظر باش. ان همون فرزندانی که امروز در پشتتن والله تو را خار کرده، عذاب داده، تحقیر کرده میکشند. کما تدین و تدان، چی معامله کردی همان معامله را از فرزند و چشم دار. قرض است کرده های تو بر دوش روزگار،
پدر در هر زمان که وقت بیاید ادا کند. این لگتی خداوند پای تو رو شل کند، خداوند پای تو رو کاخ کند، خداوند پای تو رو کلته کند که در شکم مادر زدی. منتظر باش که لگت‌های فرزندت در عشق به تو میبیاد. منتظر باش. من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعلیها ثم الى ربکم ترجعون. خدا بگد ای عاقی پدر، امروز اگر مادر و پدر تو راضی نکردی، اونها از تو ناریضا رفتن، پیش من میبیایی، انتقام این مادر پیره از تو خدایو میگیرد. تو دور نمیری. ثم الى ربکم ترجعون. طاهر حالا هم فرصت داری، همراه فرزندات رو پیش مادر سرت از زمین مون، آب دیده کن، گریه کن. والله امید دارم مادر مهربان است، مادر حلیم است، مادر غمخوار فرزند است. باز گناه تو رو میگذارد. من باشم که نمیگذاشتم، اما مادر دل حلیم دارد، دل مهربان دارد، دل سوزنده دارد. وای باز تو رو میبخشد، باز تو رو عفو میکند، باز پیشانی تو رو سیله میکند، باز من باور دارم پیشانی ناخلفی تو رو بوسه میکند. رو حالا فرصت داری. طاهر دادر عزیز، حیف جوان مردید، حیف جوان مردید. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند 3 گروه آدم هرگز جنت نمیدارد اگر به توبه از این عالم رفته باشد. یکی از اونها والعاق لوالدیه، فرزندی که عاق پدر مادر شده باشد. یا الله، پیغمبر بزرگوار میگوید بکاء الوالدین من العقوق. آخر یک سخنی به آدابانه گویم، مادر اگر غمگین شود و آب دیدش ریزد، ما عاق میشویم. آی ناجوان مرد، تو بالغت دستی که به او میزنی، تو مگر عاق نشدی؟ مگر او اهل محلی جوی بادان تو رو چطور نگاه میکنن؟ پیش مردم درو توبه کن، پیش مردم درو پیش مادر توبه کن. این صدای من که همه جا میشنود، این صدای من با نام ناخلفی. تو طاهر نیستی، تو فاسدی، تو فاسقی، تو ظالمی، تو عاقی، همه جا میشنود. لیکن باز را توبه کن، همراه مادر پیش من بیا، از این منبر من تو را مردم تو معرفی میکنم، توبه تو را آشکار میکنم. شاید اینجا مادرم عیبدار باشد. پدر و مادرای عزیز، وقتی که فرزند ناخلف تربیت کردید، وقتی که فرزند از مسجد دور کردید، وقتی که فرزند احکام ایمان و اسلام و تعلیمش ندادید، این است جزای ما پدر و مادر. بنابر همین پیغمبر بزرگوار ما و شما را امر میکنن مرو اولادتون بالصلاة و هم ابناء 7 سنین. بچه هاتان از 7 سالگی نماز خوان کنه، از 7 سالگی مسجد بر کنه، از 7 سالگی نمازهای جمعه بره، تا اینکه این صحبت ها را شنوند. حکم اسلام درباره احترام و پدر و مادر شنوند. بنابر پدر و مادرهایی که فرزنداشان تربیه روحی نکردند، تربیه ایمانی نکردند، مسلمان نکردند، اونها این روز منتظر شوند. خداوند دعا کنیم همین فرزندای ما و شما را، فرزندای امت اسلام، از پیروی قرآن و اسلام جدا نگرداند. و خصوصا این مادر عزیزه در این آزار فرزند ناخلفش صبر عطا فرماید. پروردگار تو مقلب القلوبی، این طاهر ناجوان مرد حالا فرصت دارد، توفیق عنایتش فرما که رزم مادر رود و توبه کند و گناههای خود بشوید. با سپاه مانع نشو، تهدید کرد. خلاصه انسانی که قرآن را سحر گفت و محمد صلوات ربی و سلامه علیه ساحر خواند، این ولید ابن مغیره بود. خداوند در شأن او این آیه های مبارکی سوره مدثر را همچون تهدید فرستاد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وقتی که بسیار پیغمبر آزار داد و مسلمانان مزدزم کم بغل و ناتوان زیر فشار و شکنجه آورد،
خداوند به او این آیه ها را به پیغمبرش فرستاد به خاطر تهدیدش. چه گفت؟ ذرنی و من خلقت وحیدا. حبیب من محمد بگذار این شخص را که من از مادر او را تنها آورده بودم، نه مال داشت و نه ثروت، نه لباس داشت، نه باغ داشت و نه زمین، نه حکومت داشت و نه منصب، وحید بود، این چیز نداشت. و جعلت له مالا ممدودا، من برای او ثروت و مال زیاد دادم. بدبخت آنچنان بای بود که کسی در جزیره عرب به او برابر شده نمیتانست. خدا گفت من به او مال زیاد دادم. و بنین شهودا، فرزندان بسیار دادم که همیشه در اطرافش از او پشتیبانی میکنن. 13 بچه داشت. و مهدت له تمهیدا، ثروت و پایگیریش، نفوذ و آب و روش زائد کردم. ثم یطمع ان ازید، باز او میخواهد از این زائدتر به او بدهم، در حالی که با دین من، با پیغمبری من، با قرآن من دشمن است و با میخواهد پایگیریش زیاد کنم، با میخواهد شهرت سے بلند بردارم. خدا چی گفت؟ کلا، حبیب من به این بگو نه، دیگر مالت زیاد نمی شود، دیگر آبرویت زیاد نمی شود، دیگر فرزندانت زیاد نمی شود. این تهدید بود. از نزول همین آیت، از همون روزه که این آیت نازل شد در مکه، مفسرین کرام میگن ولید پایگیریش به پستی رفت، به زوال رفت، بچه هاش هم مردن گرفتن، مال و ثروتش هم تلف شدن گرفت، خودش هم بیماری های گوناگون مبتلا شدن گرفت. این تهدید است. این هم عبرت است برای کسانی که پایگیری ثروت خدا به اونها داد، به خاطر دفاع از دین خدا، به خاطر پشتیبانی از دین خدا صرف نمی کنن و به مقابل خدا و دین خدا صرفش میکنن. این تهدید است. خدا میگه من این مالا، این ثروت از اونها با میگیرم، این نفوذ و آب و رو از اونها میگیرم. دوام به آیت شما عزیزان خود از تفسیرها خوانید. خلاصه خالد در خاندان ان همین شخصی ثروتمند، به اصطلاح تاجیکی امروز گویم، پرورش یافت، بای بچه بود، کلان شد. از سبب هم که خالد بسیار به سپارت محبت داشت، به ورزش، به اسدوانی، به گوشتینگیری. مثل بای بچه های ما راحت ناز نمیدید، طربخانه و عشرت بازنان ناز نمیدید. او همیشه در صحرا بود، همیشه حیات صحرایی رو به خودش ترجیح میداد، به خاطر آب و تاب یافتن بدنش، به خاطر به قوت شدن اعضاهاش. در مکه کم آدم به او برابر شده میتونست. حتی با حضرت عمر در گوشتین برابری میکرد، عمر میافتاند خالد. خلاصه خالد هم چون پدرش و چون برادراش دشمنان سرسخت اسلام بودند، یعنی خاندانی که باید تربیت یافت به خدا و پیغمبر دشمن بود. معلوم است که فرزندی او چگونه تربیت می‌یابد. تا سال 8 هجرت، این عزیزان من توجه کنید، 19 سال پیغمبر عزیز ما را، اسلام عزیز ما را گذشتش، خالد دشمنی سرسخت اسلام بود. خصوصا در جنگ احد و در غزوه خندق و در صلح حدیبیه سردار دسته های سواری مسلح قریش بود. این سواره ها که یک دسته بودن، آتریت بود،
به اصطلاح امروزگون سردار همون دسته سواره ها خالد بود. بسیار ناترس و شجاع و با غیرت بود. در غزوه احد همین خالد بود که مسیر جنگ تغییر داد. جنگ اول در بفایده مسلمان ها بود، اما خالد که خیلی جنگاور بود، خیلی تاکتیکی جنگی رو خوب میدانست، خیلی مهارت عالی جنگاوری داشت، از پشت با دسته های خود رفت، از بالای کوه تیراندازای پیغمبر موندگی رو نابود که از شهادت رسانید، از پشت هجوم کرد. در این جنگ خونین 72 نفر صحابی رسول اکرم از جمله سید الشهدا حضرت امیر حمزه شهید شدند، با دست خالد شده بود. از غزوه احد سرکرد خالد نامش و هیبتش و همه جا پنج شد. خلاصه کلام، وقتی که رسول اکرم هجرت کرده آمد، 8 سالی دراز خالد به مقابل اسلام و به مقابل مسلمانان مستضعف جنگ میکرد. حتی در صلح حدیبیه هم پیش رسول اکرم در آمدن شد، با قوه های مسلح سوارش خواست که گیرد. خالد بسیار ناترس بود. خلاصه این جوانمرد شجاع و این فرمانده قشونهای سواری مشرکان عرب و قریش چگونه شد که مسلمان شد؟ اکنون در ایام کفر او را زیاد نمیگویم عزیزان، من حاجت برای ما نیست. در حضرت خالد بعد که اسلام آوردن گریه میکردن، میگفتن خدایا کاش که امروز از مادر تولد میشدم. و از عمر پیشینش بیزاری میکرد که خدایا کاش که امروز از مادر تولد میشدم و او صحنه ها و او دشمنی هایی که به اسلام و پیغمبر کردم نمیکردم. سال 8 از هجرت بود، یعنی 3 سال پیش از وفات پیغمبر بزرگوار. خالد همگی 3 سال زائدتر با رسول اکرم یک جای بود، در صحبت رسول اکرم بود. ماه سفر بود. رسول اکرم صلوات ربی و سلامه علیه برای زیارت خانه کعبه آمدند و پیش راه او را دسته های سواری خالد گرفت و میخواست با پیغمبر و یاران او هجوم سختی کند. منتظر نماز شد که در نماز شروع کنند، بعد از آن هجوم میکنیم. خداوند به پیغمبرش این نیتی مشرکای عرب فهمانید. رسول اکرم بار اول نماز خوف خواندن، صلات خوف که فقادر فقه آوردن، یعنی لشکر دو گروه کردند. گروه اولا قطعی نماز خواندن، دیگر پاسبان ایستاد، باز دیگر رکعت خواندن، اینها عقب رفتن پاسبانی با گروه دو، این خلاصه نماز خوف خواندن. خالد میگه من منتظر بودم که اگر محمد با یارانش به نماز شروع کند من به هجوم میگذرم ناگهان. اما وقتی که دیدم این تو نماز خواندن، پیغمبر بزرگوار بعد از اسلام آمدن خودش نقل میکنن، در دلم میگه یک تکان پیدا شد، در دلم میگه یک شعله نور پیدا شد. گفتم خالد والله این محمد مانند دیگر آدما نیست، این انسان مغلوب میشدگی نیست، این انسان است که از جانب خدا محافظت میشود. تو خودت بسیار سرسام نکن. میگه در خیالم همین فکر گذشت. دوم چیزی که سبب شد برای اسلام آوردن خالد، این مکتوب برادرش بود. برادر خالد ولید نام داشت، هم نام پدرش، که در جنگ بدر اسیر شده بود و
با 4000 تنگه روان کردن، در عوض پول پیغمبر خدا او را آزاد کرد. بعد از آزاد شدن او اسلام به اختیار خودش قبول کرد. او گرفته به مدینه آمده بود بعد از شکنجه های زیادی برادراش. همراه رسول اکرم در عمرة القضا که مکه را مشرکا خالی کردن و موافق صلح بستگیشان برای پیغمبر 3 روز، ولید میگوید همراه پیغمبر خدا به مکه آمد. برادر خالد خود حکایه میکنه، میگه برادرم من خیلی کافت است در مکه، از سبب آنکه من نفرتی به اسلام و مسلمانان داشتم از شهر مکه برآمده رفته بودم تا به چشمم نبینم که اونها چگونه مکه در آمدن و خانه کعبه را زیارت کردن. برادرم میگه من خیلی جستجو کرده است اما نیافت. برای من مکتوب نوشت و مضمون مکتوب همین بود: بسم الله الرحمن الرحیم. خالد برادر عزیز، من تو را خیلی جستجو کردم اما معالاسف نیافتم. وقتی که من در مکه بودم پیغمبر خدا از من پرسید که برادرت خالد کجاست؟ گفتم یا رسول الله نمیدانم، نیافتم او را، لیکن امیدوار هستم که خداوند او را به زودی به نزد شما میبیارد. ببینه ولید کرامات شد. وقتی که این سخن پیغمبر شنید به من گفت ما مثل خالد یجهل الاسلام. ولید آخر مانند خالد بارین شخصی شجاع و جوان مرد و توانا و با فراست نباید که اسلام نشناسد. خالد آنقدر عقل و آنقدر درایت داشت که وای باید از فضیلت اسلام محروم نموند. اگر او پیغمبر گفتن این مهارت جنگی خدا، این شجاعت و کارنمایی خدا برای رواج اسلام و پشتیبانی از مسلمان ها صرفش میکرد، چی در پیشگاه خدا اجری میگرفت؟ رسول اکرم میگه این گپ گفت. ولید میگه من گفتم برادر عزیز خالد، این سخنهای پیغمبر است در حق تو فرصتهای خوب را از دست دادی، حال هم وقت هست، باز بیا به پیغمبر ایمان بیار تا از این حیات با سعادت به نصیب نمونی. این مکتوبی میگه برادرم به دست من رسید. خالد خود نقل میکنه خیلی من خیالی شدم، در دلم ذوقی ایمان آوردن پیدا شدن گرفت، اما غرور و ناموس جاهلیت من حال هم نمیگذاشت. در اندیشه بودم، در خیال بودم. میگه یک شب از شبها خواب دیدم که در یک بیابان خشک به آب گرمای سخت ده رفته ایستادم که بسیار عذاب کشیده ایستادم، بسیار مشقت برام هست، قریب خوف هلاکت بود. خوابش ده حضرت ترسیدم، عذاب کشیده از این بیابان برآمدم. یک جایی یک باغی سبز و درخت و پرمیوه رفتم که روح انسان از دیدن او شاد می شود. در همون خوابم خرسندانه بیدار شدم. گفتم والله ان همون بیابان خشک و بی آب پر عذاب این حیات جاهلیتی من است. این باغ سبز خرم پر گیاه پر درختان میوه‌دار این اسلام عزیز است. خالد میگه خود به خودم گفتم لقد استقام المنسم والله ان محمد لرسول الله و حتی متى. گفتم قسم به خدا آخر تمام دلیل ها و علامت ها روشن شد برای محمد پیغمبر خدا بودنش، برای اسلام دین خدا بودنش. خالد تا کی تو خود فریب میدی؟ میگه خود من تو خطاب کردم حتی متى، تا کی تو در این بیابان ظلمت میگردی؟ والله تگاسک شود
به نزد پیغمبر خدا میرم گفتم خالد ببینه خداوند که هدایت کنه چی است مشکی دشمن سرسخت اسلام یا الله به سوی اسلام بازگشت. اگر شبانه مشورت کردم که همراه کی به مدینه روم. عثمان ابن ابی طلحه و هم که سرداران مکه بود باید گفت که من هم میخوام به محمد ایمان بیارم. خسته شدم از این بت پرستی ها، از این رذالت ها، از این فحشا، از این بیادابی ها. هر دو میگه در نصف شب سواری اسب ها از مکه بیرون شدیم، در نیم راه آمدیم که سواری دیگره پیش ما برآمد. پیش راه ما دیدیم که او عمرو ابن عاص بود. سلام کردیم. عمرو ابن عاص پرسید که خالد عثمان در این سحر به کجا روان استی؟ گفتیم خسته شدیم از این بت پرستی ها، از این رذالت ها، میخواهیم رویم مدینه به دست محمد ایمان بیاریم، خدای یکتا را پرستش کنیم. آشکار گفت. خالد دلیر بود، ترس نداشت. عمرو ابن عاص چه گفت؟ والله منم میخواهم همراه شما باشم و ایمان بیارم. یعنی این 3 نفر سردارای قریش که رسول اکرم حتی اونها را جگرگوشه های قریش گفتند، هر 3 یک جای سواری اسب به سوی مدینه روان شدند. پیش از آن که به مدینه برسند پیغمبر بزرگوار همراه با صحابگان خود نشسته بود. یک بار پرده ها کشاده شد از پیش چشم پیغمبر، صحنه بیابان نمایان شد. حضرت دیدن که خالد و عثمان ابن ابی طلحه و عمرو ابن عاص رضی الله تعالی عنهم هر 3 چنگ و غبار برداشته آمده ایستادی‌اند. حضرت سر مبارک برداشتن به اصحاب گفتند رمتکم قریش بافلاذ کبدها. گفتن شما خوشخبر باد که امروز قریش جگرگوشه های خودش به سوی شما روان کرد. ولید میگوید برادر خالد من نشسته بودم، این سخن پیغمبر شنیدم، انقدر خوشحال شدم. پیشواز برادر خود برآمدم بیرون مدینه، دیدم که آمده ایستادیم. میگه خالد پیشواز گرفتم، برادر آغوش کردم، گفتم خالد قسم به خدا که پیغمبر خدا از آمدن شما به ما خبر داد و الان پیغمبر در انتظار شماست. این وحی میگن از ظالمان. خالد به مدینه در آمد. یا الله، وقتی که مسجد در آمده رسول اکبر بزرگوار صلوات ربی و سلام علیه از دیدن این 3 جنگاور شجاع قریش خوشحال شدن. در لبهای زیبای محمد تبسم نمایان شد. خالد میگه من انتظاری نکشیدم، از اسفرم دوان رفتم. پیش از آن که از پیغمبر چیزی پرسم گفتم السلام علیک یا نبی الله. سلام کردم و گفتم پیغمبر بزرگوار اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. کلمه شهادت میگه گفتم. حضرت میگه تبسم داشتن، چهرهشان میدرخشید. گفتن الحمدلله الذی هداک یا خالد. هزاران حمد و شکر خدایی که تو را ای خالد به اسلام مشرف کرد.